یادگاری تاریخی حلقجر. چند پیش با مقصد شناسایی با جریان کاوش‌های باستانشناسی هیئت کارمندان آثارخانه ملی به یادگاری تاریخی حلقجر واقع در ناحیه خراسان ولایت ختلان سفر داشتیم. در این جاده ما را مسئولین آثارخانه ملی تاجیکستان و باستانشناسی معروف اکادمیک یوسفشاه یعقوبوف همراهی نمودند. این یادگاری تاریخی در شفاتی راه ماشینگرد دوشنبه باختر دامن گسترده است. منظره آن از دور یک تپه خاکی و خشک را میماند، ولی در نهانخانه این تپه بلند اسرار نهفته زندگی نیاگان ما با عرف و عادتهای خاص و مدنیت و فرهنگ والایشان نهفته است. امروز با زحمت و ابتکار باستانشناسان آثارخانه ملی این صحیفه های درخشان تاریخ دوباره از زیر خاک سر برون می‌آورند و روشن می‌گردند. باستانشناسان آثارخانه ملی از 25 می سال 2026 این جانب در این موضوع به تحقیقات گسترده مشغولند. در طول بیش از یک ماه فعالیت آنها توانستند دو میدان بزرگ کاوش را باز کنند که این از حجم کلان کار و فعالیت گسترده بلند گروه کاری گواهی می‌دهد. هنگام سفر نمونه‌های بازیافت‌های نادر از جمله تنگه‌های قدیمی، سفالپاره‌ها، کوزه و خم‌ها، مهره‌ها، خشت‌ها و پایستون‌ها به اکادمیک یوسفشاه یعقوبوف نشان داده شدند. این دستاوردهای گرانبها صفتی بلند و اهمیت بزرگی تاریخی این حفریات را بار دیگر تصدیق می‌کنند. کوشانیان یک 500 سال حکومت کردند. 500 سال حکومت کردند. در تاریخ ما جای اونها را معین نکردیم. این خدمت کوشانیان برای تشکل ملت تاجیک کرده است، یگان دولت نکرده است. تاریخ ملت تاجیک با روی صحنه سیاست و دولتداری آمدن شاهنشاهی کوشانیان در عهد باستان به مرحله‌های شکوه و شهامت خود رسیده زمینه تشکل یک امپرای پهناور را اساس گذاشت. در این زمینه باستان شهر حلقجر همچون یکی از یادگاری‌های نادر و کلیدی وادی وحش موقع ویژه دارد. این شهر باستانی در سفره ساحل سمت راست دریای وحش در حدود جماعت دهات سرخ قلعه دهه سربند جایگیر بوده. مساحت عمومی آن تقریباً 40 گکتار را تشکیل می‌دهد. شهر از 3 بخش اساسی عبارت است: قلعه یا شهرستان، قبرستان و منطقه‌های زمینی اطراف. موقع انتخاب شده آن نظارت راه‌های مهم منطقوی را تأمین نموده از دانش بلند شهرسازی نیاگان ما درک می‌دهد. زیاده از 100 گکتار زمین مساحت ما معین کردیم. شاید که از این هم فریگوردوش هم رباطا از این هم بیرون باشن. بنابراین یکی از شهرهای بسیار قدیم و است. تشکل یافته. ما در اینجا هم شهر میبینیم که دیجی شاهیار در اونجا بود. اینجا شهرستان است. بعد قسمت های رباطش اون طرف در هستند. این یک شهر بسیار مکمل زمان کوشانیان است که متاسفانه همین کوشانیان در تاریخ خلق تاجیک بسیار حصه‌گذاری بزرگ کردند که ما تا حاضر همین تاریخشان نه بالای کاغذ آوردیم، نه به قیمت همون ارزش کارهایی که کوشانیان برای تاریخ خلق تاجیک کردن، برای تشکل خلق تاجیک. اقلا همون زبان دری را از زمان کوشانیان شروع می شود. این خدمت ها در ادبیات های ما حال قید نشدن. این بسیار خوشبختانه آثارخانه همین تشبث گرفته است که همینجا حفریات های منتظم میگذراند و یک مواد بسیار خوب درباره تاریخ کوشانیان ما پیدا کرده میتوانیم.
کوشش باستانشناسان این شهر محتشم که از زمان شوروی آغاز یافته بود در زمان صاحب استقلالی نیز با کشفیات نو ادامه دارد. معلومات تاریخی و نقل شاهدان عینی گواهی می‌دهند که هنگام کارهای زمینسازی و کاوش‌های باستانشناسی در این موضع آثار انشاءات محتشم معماری آشکار شدند، از جمله کشف زیرستون‌ها و بالاستون‌های سنگی باقی مانده دیوارهای مستحکم و عنصرهای آرایش معماری اثبات می‌کنند که در اینجا نه یک محل عادی بلکه قصرها و بناهای بزرگ معماری زمان کوشانیان قامت افراخته بودند. سنه 25 می سال جاری متخصصان آثارخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کاوش‌های باستانشناسی را در یادگاری حلقجر ناحیه خراسان آغاز نمودیم و این اولین اکسپدیسیون آثارخانه ملی نبوده. اولین اکسپدیسیون آثارخانه ملی از سال 2014 آغاز می‌یابد و مطابق یعنی حفریات‌ها آنها رقم‌گذاری کرده می‌شوند و این سال نیز یعنی ما حفریات‌ها را رقم گذاری کردیم که حفریات رقم 5 و حفریات رقم 6 کافته شد. حفریات رقم 5 علاکه تا عمق 4 متر کافته شده است و با یک دستاوردهای زیاد نیز نایل گردیدیم و علاکه قبط‌های فرهنگی در حفریات رقم 5 در عمق 15 سانتی متر آغاز گردیده. اولین قبط معماری یا که دیوار در عمق 20 سانتی متر کشف گردید و ما دیوارها را پیگیری نموده 2 حجره را در حفریات رقم 5 کشف نمودیم و جالب آن است که دیوارها با گچ و اندوه کرده شدند که این از سنت بلندی معماری زمان کوشانیان درک می‌دهد. این چنین در حفریات رقم 5 ما زیرستون‌ها را کشف نمودیم که این از سطح بلندی انمو سنگ تراشی بود تمدن و فرهنگ والای کوشانیان درک می‌دهد و ناگفته نماند که یادگاری حلقجر یکی از مرکزهای اساسی وادی وخش در زمان کوشانیان به حساب می‌رفت و این را حفریات‌های گذشته که مثلا از زمان شوروی آغاز گردیدند و آثارخانه ملی آنها را ادامه داده است یعنی اثبات می‌سازد. فرهنگ و تمدن شهرنشینی حلقجر در عهد کوشانیان به اوج اعلای خود رسیده بود. یکی از نادرترین بازیافت‌های فرهنگی در اینجا کشف ظرف سفالین دو دسته یعنی آبکوزه با خط‌نوشته باختری می باشد که متن آن چنین ترجمه شده است: این آبکوزه خانم سکین است. این بازیافت نادر در زمان صاحب استقلالی نشان می‌دهد که فرهنگ خطی و سوادناکی حتی در اشیاء روزگار مردم این شهرک جایگاهی استوار داشته است. همچنین پیدا شدن ظرف‌های گوناگون سفالی و سکه‌ها گواه رشد بلند هنرمندی و تمدن محلی میباشد. در رفت کاوش‌ها در که آثارخانه ملی برگزار نموده است در اینجا بازیافت‌های ارزشمند مثلا سال 2020 از طرف متخصصان آثارخانه ملی در یادگاری حلقجر انمو آویزه طلایی با تصویر کنتور کشف گردید که آن در آسیای میانه یگانه است. این چنین سال گذشته که همین تیم آثارخانه ملی در یادگاری حلقجر کاوش‌ها را به انجام رسانده بود، در آنجا یک آبکوزه یا یک کوزه با نوشتجات زبان و خط باختری کشف گردید که از جانب شرقشناسان مشهور سینس ویلیامز و جاک ریب آن خوانده و ترجمه شد که ترجمه آن چنین است: این آبکوزه خانم سگین است. یعنی بازیافت شدن چنین یعنی آبکوزه ها با خط باختری
مثلا آویزه طلایی با تصویر کنتور، زیرستونها و سکه های زیاد، این شهادت کننده از آن است که این شهر یکی از مرکزهای اساسی و یکی از مرکزهایی بود که در اینجا تمدن، فرهنگ خیلی رشد کرده بود. و در برابر دیگر بازیافت‌ها ما سکه های زیاد نیز کشف نمودیم که بازیافت سکه ها این از رشد معاملات پولی و گردش سکه ها در باستانشهر حلقجر درک می دهد. و همزمان در رفت کاوش های این ساله ما غرمق سنگ ها، دلیه سنگ ها، اغرک سنگ ها خیلی زیاد پیدا گردیدند که این نیز از رشد غله‌کاری، کشاورزی در این شهر و از یعنی در این شهر شهادت می دهد. و در برابر دیگر بازیافت های نادر این چنین ظرف های سفالی، صحت و پاره های خیلی زیاد کشف نمودیم که از رشد کلالگری و سفالگری اینجا شهادت می دهد. و نگفته نماند که هر یک سفال یعنی تمغه مخصوصی یا تمغه یا رمز مخصوصی خود را داشت که در دولت کوشانیان، در سراسر دولت کوشانیان این به طرز عنعنه در آمده بود. یعنی در دیگر شهرهای کوشانی که آثارخانه ملی کار فعالیت نموده است، مثلا در چیمخورغان ناحیه شهر نو، در سیاد ناحیه عبدالرحمن جامی، چنین سفال ها با رمز یا که تمغه ها نیز یافت شده است. اما در شهرکی یا که در شهر باستانشهر حلقجر اینها با تعداد خیلی زیاد یافت می شوند که این بازگو کننده از رشد کلالگری، رشد استخوانه های سفالگری درک می دهد. صنعت بیناکاری و معماری زمانی کوشانیان با خصوصیت‌های بی‌نظیر خود فرق می‌کرد. هنگام کاوش‌های باستانشناسی در حدود شهرستان حلقجر، نمونه‌های خشت‌های پخته و خام که در ساختمان دیوارها و فرش نمودن راهروهای داخل بیناها استفاده می‌شدند، کشف گردیدند. طرز جایگیرشوی خشت‌ها در راهروها و نظام مهندسی بیناها نشان می‌دهد که معماران کوشانی در زمان باستان از دانش پیشرفته بیناکاری، زیبایی پرستی و ساختمانی برعلا برخوردار بودند. ما چند موسم است که در یادگاری حلقجر نو خراسان کار میکنیم و سال گذشته نیز در اینجا ما در 2 ساحه کار کردیم و هم آثار معماری و هم آثار زیادی باستانشناسی را ما به دست آوردیم. البته حلقجر یکی از یادگاری های نادر در قسمت وادی وخش محسوب می‌یابد و طبق تحقیقات محققان این یادگاری این شهر مرکزی وادی وخش در زمان کوشانیان بوده است و نتیجه کاوش‌های باستانشناسی در 2 سال معلوم نمود که اون بازیافت‌هایی که ما به دست آوردیم از روی این بازیافت‌ها یعنی حیات در این شهر از در تمام دور زمان کوشانیان وجود داشته است و از جمله آثار نومیزماتیکی و دیگر آثارها از آن گواهی می‌دهند. عین حال ما در حفریات رقم 6 قرار داریم. حفریات در میدان 10 بر 8 متر مربع کنده شده است و در این حفریات آثار معماری و دیگر بازیافت‌ها به دست آمدند. از جمله یکی از آثار خیلی پرارزشی که در این ساحه به دست آمده بود این یک راهروی است که از خشت پخته ساخته شده است و خشت‌ها در 3 قطار چینده شدند و بین خشت‌ها با گچ همچون یعنی محلولی که آنها را به هم پیوست میکرد و سخت میکرد یعنی آنها در اینجا چینده شدند و جالب آن است که همه خشت‌ها یک خیل اندازه دارند یعنی 40 بر 40
سانتیمتر هستند، 10 سانتیمتر این خشت ها بلندی دارند. و البته در بوستانشناسی معلوم است که خشت های پخته خیلی بعد به وجود آمدند، لیکن در چند یادگاری که ما در تاجیکستان کار کردیم، از جمله در چیمقرغان شهر نو و در حلقجر نوع خراسان، ما با خشت های پخته دچار می‌ایم و از اینجا معلوم می‌گردد که در زمان کوشانیان خشت پخته استفاده می‌شده است، از بس که البته اینجا زمین لای می‌شد، راه‌ها که یعنی راه‌هایی که از داخل شهر می‌گذشتند بین بناها می‌گذشتند، سنگ کم بود، آنها خشت را استفاده می‌بردند در راه‌روها. بغیر از این در این ساحه‌ای که ما حین حال قرار داریم البته 10 دیوار پیدا شد. همه دیوارهایی که در همین ساحه پیدا شده بودند اندازه با یک اندازه ساخته شدند، یعنی پهنای دیوار 80 سانتی متر است و در هم ساحه رقم 8 و هم ساحه رقم 6 دیوارها با بلندی های گوناگون پیدا گردیدند و در اینجا دیوار با بلندی از 1 متر زیاد باقی مانده است و جالب آن است که دیوار با گچ روکش شده است و گچ خیلی خوب باقی مانده است. آموزش خبرهای مدنی زمین در یادگاری حلقجر مرحله‌های گوناگون حیات شهر را نشان می‌دهند. در خبرهای بالای انشاءاتی کشف شده آثار گچکاری و نقش و نگاری روی دیوارها به چشم می‌رسد. این عنصرهای گچکاری و آرایشی که دیوارهای داخل کوشک‌ها و بناهای با شکوه را زینت می‌بخشند، از ذوق بلند استتیکی و رشد صنعت تصویری و زیبایی پرستی نیابان ما در این مرکز وادی وخش دلالت می‌کند. در نتیجه کوشش‌های بوستانشناسی ما چند دوره ساختمانی رو در اینجا پیدا کردیم. البته کوشانیان زیاده از 500 سال عمر دیده است و در این سالها البته ساختمان‌ها معماری تغییر می‌یافت، آنها خانه‌های خود را از نوسازی می‌کردند و در اینجا ما بالای دیوار باز دیوار دیگر را پیدا نموده بودیم و البته معلوم گردید که در اینجا آنها اساساً از پخسه استفاده می‌بردند و از خشت خام، یعنی در بنیاد در فوندامنت آنها پخسه و در موسم گذاشتن ما در یکی از بنیادها، یعنی در یکی از فوندامنت ها ما یک قطار اول آنها سنگ دریایی را می‌گذاشتند، یک قطار از بالای آنها پخسه می‌ریختند و بعد از بالای آنها با خشت پخته که اندازه آن 40 بر 40 سانتی متر است، 10 سانتی متر بلندی دارد، دیوارهای خود را می‌برداشتند و آنها را با گچ روپوش می‌کردند و در اینجا ما در دیوارها چند قبط یعنی گچکاری را ما مشاهده نمودیم. این از آن گواهی می‌دهد که آنها هر سال خانه‌های خود را تعمیر می‌کردند و حتی در سرچشمه‌های تاریخی هم آمده است که یعنی در نوروز آریایی‌ها البته خانه‌های خود را نو می‌کردند، تعمیر می‌کردند و این تعمیر، این قبط گچی که در روی دیوارها هست، یعنی گواهی از تعمیر و از نوسازی خانه‌های حد کوشانی میباشد. مؤسسه دولتی آثارخانه ملی تاجیکستان یگانه نهاد دولتی است که در زمان صاحب استقلالی به طور پیوسته کارهای باستانشناسی را در حلقجر راه اندازی نموده است.
این مؤسسه جدا از 4 مراتبه از سال 2014 تا سال 2025 همچنین امسال زیر راهبری متخصصان برجسته اکسپدیسیون‌های علمی تشکیل نموده. سعی و تلاش و تشبس‌های مسئولین آثارخانه ملی با کشفیات بی‌نظیر عمومی جهانی از جمله آویزه طلای آرایشی با تصویر کنتاور سال 2020 و شاخچه درخت طلایی سال 2024 گردیدند که امروز این محفوظگاه علمی را بوی و زینت می‌دهند. آثارخانه ملی تاجیکستان این مؤسسه علمی تحقیقاتی است و در ساختار آن شعبه مخصوصی باستانشناسی و سکه شناسی فعالیت دارد که رسالت اساسی آن جستجو و پژوهش میراث تاریخی نیاگانمان است و وابسته به یادگاری حلقجر همین رو گفتن در کار است که آثارخانه ملی شروع از سال 2014 در همین مکان یادگاری او را مورد آموزش قرار دارد و همه ساله حفلات باستانشناسی میگذراند و خاصتا پس از سال 2020 در همین یادگاری حلقجر طریق پیوسته طریق منتظمانه همه ساله کاوش‌های باستانشناسی صورت میگیرند و آن تحقیق و آن جستجو و آن آموزش این مکان و بازیافت‌های اصلی که از این مکان پیدا شدند شهادت می‌دهد که این یادگاری نهایت قدیمی است، نهایت باستانی است. مثلا سال 2020 از همین یادگاری یک آویزه با تصویر کنتاور پیدا شده است. یعنی کنتاور یک مخلوق افسانه‌ای است که تا نصف جانور و بعد آن قسمت بالا انسان است و چنین آویزه در قسمت آسیای مرکزی بار اول محض از همین یادگاری پیدا شده است و دیگر اینکه محض از همین یادگاری در سال 2024 بعضی آویزه های زرین در شکل سه برگه پیدا شدند، یعنی آویزه های طلایی که شکل سه برگه دارد و این از مدنیت، از هنر، از فرهنگ بلند استاهای همون زمان هنرمندان زمان کوشانیان حکایت میکنند. کارهای گشودنی قبض‌های خاکی این یادگاری نادر از جانب کارمندان جوان و باستانشناسان شعبه باستانشناسی و سکه‌شناسی آثارخانه ملی با مسئولیت بلند اجرا کرده می‌شود. در نتیجه این حفلات منتظم یک قطار آثار مادی از قبیل خانه‌های خواجگی، آبکوزه‌های سفالی بختری و باقی‌مانده‌های سفالان گوناگون دوره کوشانیان پیدا کرده شدند. این کاوش‌ها امکان می‌دهند که نقش استراتژی و اقتصادی شهرک حلقجر در نظام دولتداری کوشانیان علما ثابت کرده شود. در حفریاتی که این سال از جانب کارمندان آثارخانه ملی در این مکان برگزار گشته است، خودتان شاهد بودید که بسیار یادگاری ها پیدا شدند، بسیار سکه هایی هستند که در همین زمان کوشانیان در دوره های گوناگون حک شدگی هستند. یعنی همه این سکه ها مخصوصا اگر سکه رو تاکید کنیم از یک شاه، از یک سرور نیستند، از یک شان. این شاهنشاهی کوشانیان زیاده از 500 سال خودرانی داشت. یعنی پای در هم از یک مکان بازیافت شدن همین قدر سکه های شاهانی هم وسوده و هم کنیش و هم وی منطقه در آن گواهی میدهد که این مکان جای حیات بود، جای مکانی بود که در آن آدمان به خود در همون زمان زندگانی میکردند، تجارت داشتند، هنر آبیاریشان رشد کردگی بود. یا خود آن بوتک ها یا خود ترکات هایی که درباره اعتقاد دینی همون زمان گواهی میدهند، این هم از همین بازیافت شده است. و مهمترین چیزی که من امروز در همین بازیافتی سال 2026 ما پیدا کردیم از همین مکان
یک پاره زر که از استخوان آماده شده است. یعنی ببینید که هنرمندان محلی همین استخوان را طریق نقش و نگار ملی آرایش دادند. و البته درباره بازیافت‌ها، درباره تاریخ، درباره رشد هنر و صنعت و اقتصاد در زمان امپراتوری کوشانیان از جانب مؤسسه دولتی آثارخانه ملی امروز یک کتاب با نام باستان شهر حلقجر علاقه به چاپ سپرده شده است و روزهای نزدیک آن به خوانندگان دسترس می‌گردد و معرفی پوره آن هم البته طریق وسایط اخبار عموم صورت می‌گیرد. و این بازیافت‌هایی که امروز ما از این مکان جمع‌آوری نمودیم و در آثارخانه ملی حفظ کرده می‌شوند شاهدی بی‌واسطه دولتداری نیاگان ما کوشانیان میباشند که میتوانند این بازیافت‌ها همه گونه آثارخانه‌های مشهور جهان را آرا دهند. مثلا طبق سپارش حکومت به همه شما معلوم است که مرکز تمدن آریایی بنیان می‌گیرد و در آثارخانه آن باید همین یادگاری‌هایی که از این مکان پیدا شده است باید در معرض تماشا گذاشته شوند. یعنی این از یک جای دیگر آورده نشده است. این بازیافتی است که از خود قلمرو پهنای آریایی خاصتا از تاجیکستان عزیز ما پیدا شده است. اهمیت و جایگاه تاریخی بستانشهر حلقجر در سرچشمه‌های مهم علمی معاصر نیز بلند ارزیابی شدند. از جمله اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در کتاب ارزشمند خود نگاه به تاریخ و تمدن آریایی به این یادگاری توجه مخصوص ظاهر نموده قید می‌کنند که دیمنه حلقجر نیز به گروه یکم شهرها داخل می‌شود. در اینجا سکه‌های کوشانی و دیگر اشیاءهای قدیم یافت شدند. در حلقجر دفینه سکه‌های طلایی خویشک یافت شد. این ذکر برتریت اقتصادی و حتی ساحلی در نزدیکی دریای وخش داشتن شهر را نشان می‌دهد. در کتاب اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نگاه به تاریخ و تمدن آریایی در مورد یادگاری حلقجر بسیار بحث‌های مفصل شده است که در اونجا در مورد کشف گنجینه سکه‌های طلایی کوشانی از حلقجر ذکر شده است و این کشف را جناب عالی در کتاب خویش در ردیف بازیافته‌های کوه موغ قرار داده است و در اونجا ذکر شده است که سکه‌های طلایی یافت شده از حلقجر میان 50 تا 600 عدد می باشد که این یکی از بزرگترین کشف سکه‌های طلایی کوشانی در جهان به حساب می رود که مخصوص از همین یادگاری حلقجر یافت شده است و یادگاری حلقجر که در وادی وخش قرار داشت و یکی از مرکزهای مهم عهد کوشانی در وادی وخش بود، با احتمال زیاد در خود همین شهر سکه‌های طلایی به ضرب می رسیدند. زیرا ما خیلی سند و دلیل‌های معتمد داریم که این گفته‌های جناب عالی را عملاً تصدیق می‌کنند. کشف گنجینه سکه‌های طلایی در یادگاری تاریخی حلقجر یکی از بزرگترین رویدادهای مهم آسیای مرکزی محسوب می‌شود. بازیافت دفینه وخش و تحقیقات بعدینه باستانشناسان نشان دادند که در این شهر نه تنها سکه‌های طلایی شاه خویشک بلکه سکه‌ها و نیم دینارهای شاهان دیگری بزرگ کوشانی، کنیشک کبیر و وسوده و نیز در گردش فعال پولی قرار داشتند. این بازیافت‌ها فرضیه‌های قبلی را رد کرده ثابت نمودند که ساحل راستی دریای وخش بخشی کلیدی نظام مالیوی و اقتصادی امپرای کوشانیان بوده است.
طی کاوش‌های سال‌های طولانی که آثارخانه ملی انجام داده است، ما از یادگاری مذکور هر ساله حدود صدها سکه ها کشف میکنیم که قدیمترین سکه های کشف کرده ما مربوط به دوره یونان باختری، یعنی از عصرهای 3 پیش از میلاد آغاز، و آخرین سکه که ما از اینجا پیدا کرده ایم مربوط به دوره ساسانی کوشانی عصرهای 5 تا 6 میلادی هستند که بیشترین این سکه ها را سکه های شاهان کوشانی در بر میگیرد و سکه هایی که ما از اینجا پیدا کرده ایم بیشتر سکه های ویما تکتو، سکه های پیروانه یونان باختری، سکه های ویما کاتفیز، کنیشکا، خوبیشکا، واسودیوا، پیروانه واسودیوا، کنیشکای سوم و البته سکه های ساسانی کوشانی هستند که آخرین مرحله حیات در شهر حلقجر را نشان میدهند. و امساله کاوش‌های باستانشناسی آثارخانه ملی نیز سرشار از دستاورد و بازیافت‌های بسیار نادر بودند که بخش اساسی آن را سکه ها در بر میگیرند. ما امروز یک تعداد از سکه ها را برای نمونه به نمایش گذاشتیم و قدیمترین سکه‌ای که ما امسال موفق به کشف آن شدیم یکی از 4 درهمه یا تترادرخمه پیروانه هلیاکل می باشد که مربوط به عصر 1 پیش از میلادی است. و در قطار این ما سکه های اصلی عهد کوشانی را داریم، سکه های ویما تکتو، سکه ویما کاتفیز، کنیشکا، گوویشکا و در پهلوی آنها سکه های پیروانه که از عصر 4 تا عصر 5 در معاملات بودند. بوستانشهر حلقجر تنها یک موضع کاوش‌های ارخئولوژی نیست، بلکه آن یک کتاب کشاده سنگین و سفالی تاریخ ماست که هر صفحه‌اش از عظمت و شهامت نیاگان ما نقل می‌کنند. کشفیات آخرینی که در سال 2026 از جانب متخصصان جوان و پرتجربه آثارخانه ملی تاجیکستان به دست آمدند اثبات می‌سازند که وادی وخش در زمان کوشانیان نه تنها یک مرکز مهم معماری و دفاعی، بلکه شاهرگ اقتصادی و فرهنگی نیاگان گذشته ما به شمار می رود. پیدا شدن دفینه وخش ظرف‌های نقشین با متن باختری ثبت شده و بناهای گچکاری شده گواهی آن است که زمینه‌های تمدن شهرنشینی، هنرمندی، دانشمندی و زیبایی پرستی در خون این ملت از عهد باستان جاری بوده است. آموزش یادگاری حلقجر نه تنها برای گذشته، بلکه برای خودآگاهی ملی نسل امروز و فردای تاجیکستان به حکم یک سرچشمه الهام بخش خدمت خواهد کرد. یادگاری تاریخی حلقجر